ابرقدرت‌های دنیا ایره تجربه کردن که افغان‌ها هیچگاه سری تسلیم در برابر هیچ زوری خم نمی‌کنند. هر او کسی که بخواهد که از راه زور پیش برود، دشمنی بکند، باز قوی ترین دشمن در برابر خودش ما را موجود می‌یابد. از هیچ کسی، از هیچ زورگو و قلدری نمی‌ترسیم. و ایره ثابت هم ساختیم در 20 سال جهاد علیه اشغال، علیه امریکا و متحدینش، ایره ما ثابت ساختیم که هیچگاه نمی‌ترسیم.